روزای من تو استرالیا چجوری میگذره؟ حاضر میشیم میریم به سمت مدرسه. اینم پرنده باحالی که همیشه هستن، اینا خیلی گندن. اینم هوندا سیویک اگه اشتباه نکنم. اینجا قطار میاد، من همیشه با همین قطارا میرم به سمت مدرسه. اینجا هم میرسیم به ایستگاهی که میخواستیم، راه میریم و اینجا منتظریم که معلم بیاد. اینجا هم که زنگ تفریحه، بعدش میریم که ایسی بخوریم بیرون چون 40 دقیقه وقت داریم. بعد از اینکه زنگ تموم شد حاضر میشیم که بریم زنگ ورزش. این هم تمریناتمون. بعدش میرم به سمت خونه. از خونه همونو میریم به سمت کتابخونه که یه ذره درس بخونیم. این هم که ببینید فضای باحالی کتابخونه اینجاست. یه ذره درس بخونیم چون امتحانا نزدیکه. این هم فضای بیرون کتابخونه است که بغل یکی از بهترین دانشگاه اینجاست که خیلی قشنگه و خیلی دوستش داشتم. اینم پرچم استرالیا که به ندرت میبینید. بعدش